سلام دوستان، اینجا هتل بارسل کوبارا بیچ هستیم در کشور دومینیکن رپابلیک. من یه تور کوچیک واسهتون میذارم. اول اتاقمو بهتون نشون میدم. اتاقو با ریسبند باز میکنیم. اتاقم هم ممکنه یه مقدار به هم ریخته باشه. اینجا سیف هست و خدمت شما عرض شود که بثروم. بله، امکاناتش خوبه، تمیزه و فشار آب همیشه اوکی، آب گرم. اینجا هم که لباس های من ترنبار شده. اینجا میز کار و تخت ما هست. اینجا خدمت شما عرض شود که بله، اتاق خوبیه، حالت کلاسیک اولد فشن ولی تمیز و از همه مهمتر ویوی زیبا به سمت اوشن، اقیانوس. بله، واقعا که جای همتون خالی، هوا بسیار عالی و این هم ویوی اوشن. اینجا بعضی از اتاقا اینجا پول داره. بعضی از اتاقا شما وقتی اتاقا رو میخواید بگیرید میتونید یعنی جلوی پنجره اتاق یه پول شخصی داره. اون اتاقا رو میتونید داشته باشید. خب سمت راست من اول اینو بهتون میگم، یه رستوران سمت راست هست. کلا توی قسمت ادالت آنلی یعنی بچه نیست دیگه، فقط برای بزرگسالان این قسمت ریزورت 3 تا رستوران هست و یه بوفه اینجا هست. غذاش که خیلی متنوعه و شما برای هر کسی انتخابی هست، از ماهی گرفته، از گوشت گرفته، هر چیزی که بخوای، غذاهایی که دوست دارید رو میتونید پیدا کنید. رستوران بسته است، اما اگه اشتباه نکنم ساعت نزدیک 5 رستوران بسته است. یکی از بوفه های ریزورت لاباریسا. قشنگه، ویوی اوشن رو داره. میتونید اونجا بشینید، غذاتون رو میل کنید و البته این بوفه اصلی ریزورت نیست، این بوفه کوچیکتر ریزورته. وقتی که بوفه بزرگتر بسته است و بوفه بزرگتر تا ساعت 3 کار میکنه، میتونید بعد از ساعت 3 بیاید اینجا یه غذایی میل کنید. انواع سالاد درسی، ساندویچ اینجا هست. میتونید استیشن پاستا هر چیزی که بخواید براتون درست میکنن. سوسای مختلف هست، از خورد، گوشت،
موقعی که شروع میشه به صورت فرش براتون ماهی سرخ میکنن و میتونید داشته باشید. اینجا هم که سالاد هست، انواع سالاد ها، سالاد تونه، سالاد سبزیجات، دسر هم که میوه‌های استوایی، آیس کریم، دسرهای مختلف اینجا براتون هست. البته میگم اینجا حالا بوفه کوچیک‌تره، بوفه بزرگتر تنوعش بیشتره، هم تنوعش بیشتره هم بزرگتره. این ساعتی که من هستم این بوفه بسته است. یکی دو ساعت دیگه اون بوفه باز بشه من اونجا برای شما فیلم میگیرم. من برم داخل ساحل یه نمایی از ساحل به شما نشون بدم. که بهتون بگم اینجا سندش سفیده، همینجا که من سند سفید نرمی داره و در میارم که راحت تر رو برم. یه مقدار اینجا بادیه، ممکنه صدای باد امیدوارم اذیتتون نکنه. بعد داخل ریزورت هایی که اینجا توی دومینیکن یا مکزیکو اگه تشریف ببرید معمولا برنامه اینترتینمنت دارن، کلاس سالسا میذارن، بحث مثلا والیبال بازی میکنن تو ساحل، سعی میکنن که به شما خوش بگذره، بیکار نباشید. آب هم کاملا آب دریا، خیلی گرم و خوبه، خیلی لذت بخش شنا میکنه. فقط اینکه الان این پس سیوید یه مقدار زیادتر، سیوید چی بهش میگن، سبزی دریا بهش میگن، یعنی توی آب شما برید سیوید هست، ولی شخص من مشکلی نداشتم، یعنی وقتی شنا میکردم مسئله نبود. زیر پاتون میاد ولی حالت نرمه، یه چیزی نیست که شما رو اذیت کنه. کنار دریام که شما میبینید اینا اون قایق‌هایی که میبینید حالا اینجا بهش میگن کاتاماران که داخلش موزیک میذارن، پارتی میکنن، درینک بهتون میدن. اینا رو میتونید معمولا به صورت تور بوک کنید. اینجا هم که همه دارن والیبال بازی میکنن. استخر رو نشون بدم و ببینم اگه بوفه اصلی باز باشه اونجا رو هم به شما نشون بدم. استیشنی هست اینجا، هر چند قدمی یه استیشن هست. از دریا که در میارید میتونید یه دوش بگیرید و پاهاتون هم که میتونید بشورید. و اگه میخواید برید استخر میتونید از دریا شنا میکنید برید استخر، این کار انجام بدید، بهداشت هم رعایت کرده باشید. خب این هم که استخر اینجا هست، استخر نسبتا خوبی داره ولی
استخر سمت پلس، یعنی قسمت دوم که برای شما بعداً فیلم میگیرم، استخرش بزرگتره. اینجا بوفه هست، ولی بوفه بزرگتر هست که خدمت شما گفتم، ولی بوفه بسته است. فکر کنم یه ساعت 2 ساعت دیگه باز میشه، اگه بتونم برای شما فیلم میگیرم. که استخر رو ببینید، اینجا مثلا یه سری برنامه‌های اینترتینمنت هم داخل استخر میذارن. اون قسمت هم که میبینید بار استخر هست. شما معمولا این ریزورت ها همه اول اینکلوسیو هست. شما هر چیزی که بخواید میل کنید درینک کنید رایگان میرید اونجا و درخواست میکنید و درینک مورد علاقتون رو میل کنید درینک میکنید. اینجا یه رستوران دیگه هست، اسمش هست شز گورمه. حالا یه رستوران تخصصی تر یا حالت چی میگن لاکچری تر داره. اینجا شما وقتی که وارد ریزورت میشید اگه پریمیوم داشته باشید اینجا شما میتونید رزرو کنید و غذا میل کنید که معمولا شام هست از ساعت 6 تا 23. اینجا بسته است، داخلش رو نمیتونم براتون بگیرم، ولی رفتم خیلی داخلش شیک و حالت کلاسیک درست کردم. یه سری اینجا که میبینید دور تا دور ریزورت اتاق هست. خیلی ریزورت بزرگیه و مطمئنا این تشریف بیارید لذت میبرید. اینجا قسمت تئاتر ریزورت هست. اینجا هر شب یه برنامه میذارم برای شما، مثل موسیقی، دنس، کریاکی. اینجا قسمت لانچ هست یا لابی. حالا شما اینجا میتونید بیاید و بشینید با دوستاتون بشینید. اینجا یه سری گیم ها، بیلیارد، پینگ پونگ، پل دستی. اینجا بار لابی هست، اینجا میتونید سفارش بدید درینکاتون رو. همونطور که گفتم اینجا همه چی رایگانه. حالا ولی اگه معمولا من خودم یه تیپ میدم، اینجا تیپ معمولا $1 $2 حالا پر درینک. برای هر درینکی که سفارش میدید $1 میتونید شما تیپ بدید. خیلی هم نمیدن، حالا دیگه بستگی به خود شما داره. چه قسمت ریسپشن هست و قسمت گیفت شاپ، بخواید سوغاتی بخرید. جا ATM. در کل اینجا شما واقعا به پول نیاز ندارید وقتی داخل ریزورت هستید، چون همه چی اینکلودد هست، همه چی غذا و خوردنی و نوشیدنی و همه چی هست. مگه که بخواید تیپ بدید یا که اگه بخواید بیرون از ریزورت برید میتونید که پول هم رو داشته باشید. یا مثلا $1 مثلا من چند تا که یعنی یه $60-70 $1 گرفتم که فقط تیپ بدم. اینجا یه شاتلی داره، که از اینجا به ریزورت پلس میریم که اونجا خانواده هست. اینجایی که الان بودیم فقط برای چی میگن ادالت آنلی، فقط برای بزرگسالان. و قسمت پلس برای فامیلی، قسمت دوم ریزورت که با هم میریم و میبینیم. اینجا زمین تنیس هست. حالا اینجا تو ویدیو نمیدونم مشخص هست، بذارید من زوم کنم. زمین تنیس داره، زمین فوتبال داره، زمین گلف داره. اینجا شاتلمون هم داره میاد. همینجوری که میبینی حالت بامزه‌ای مثل قطار درست کردن این شاتل‌ها. خیلی بامزه است. ساعتش هم زیاد نیست و حالا که سوار شاتل میشم و من به شما نشون میدم مسیر رو.
بعدی میریم. قسمتی که اومدیم پلیس یه مالی داره که من بعدا براتون فیلم میگیرم. حالا فروشگاه سوغاتی، سوونیر و حالا لباس و این چیزا، جواهرات داخلش هست که میتونید بخرید. اینجا پایرت آیلند هست، واسه بچه ها خوبه. یه حالت کشتی داخلش داره و توش میان آب بازی کنن و اگه بریم اونور بهتون نشون میدن. اینجا یه استیشنی هست، اگه اشتباه نکنم داخلش پلی استیشن و چیزی هست که بچه ها میتونن بیان بازی کنن داخلش. داخلش نرفتم ولی دیدم که بچه ها داخلش بازی میکنن. الان ما داریم بیچ میریم، ساحل قسمت پلیس. ساحل خوبم بزرگتره، استخرش بزرگتره. ولی من میخوام ایستگاه بعدی برم به شما چیزی نشون بدم. حالا تا نور هست امیدوارم که بتونم فیلمو بگیرم برای شما. اونجا ما برمیگردیم ولی بریم اونورتر اگه من بتونم به شما زمین گلف و اینکه دارم یه نشون بدم. بعد نیست همینجوری گفتن یه سری فروشگاه ها اینجا هست و یه سری رستوران های حدث اینجا هست که به شما رستوران رو نشون میدن. خیلی جالبه که داخل خود ریزورت قشنگ یه فروشگاه خیلی بزرگی هست. خیلی بزرگی هم نه ولی فروشگاه خوبی هست که شما میتونی چیزی که لازم داری خرید کنی. البته قیمت ها اینجا دوبله سوبله حساب میشه دیگه. من رستوران رو بعدا به شما نشون بدم. تا الان نور هست ببین استخر اینجا رو به شما نشون بدم. خب اونجا باشگاه جیم هست اگه ببینید و قسمت جیم هم اسپا داره که ماساژ بخواید بگیرید، هایدرو ماساژ داره و داستان ها. اینجا میتونید لذت ببرید.
رستوران مختلفی داره، رستوران ژاپنی، مکزیکن، رستوران فرانسوی، ایتالیایی و که شما اگه پریمیوم داشته باشید میتونید همه رستوران رو به صورت رایگان بوک کنید. حتما وقتی که روز اولی که میرسید بوک کنید که خیلیتون راحت باشه. پول پلس هست، خیلی پول بزرگی داره، یعنی یه قسمت این سمت راست رو میبینید که اینجا همینجور که میبینید خیلی بچه ها اینجا هستن. قسمتی که میبینید اینجا برای طاق واسه ازدواج و عکس گرفتن و این چیزا، چون اینجا مراسم ازدواج هم میگیرن. قسمت دیگه قسمت اگه ببینید یه حالت جکوزی بزرگ داره و عکس‌ها میدن اونجا. اون قسمت هم که یه بار هست داخل سقف که شما میتونید برید درینکتون رو اونجا سفارش بدید و بگیرید. خب اینم از استخر. ساحل اینجا رو من به شما نشون بدم تا نور هست. اینجا میبینید که میان عکس بگیرن خانم‌ها. و اینجا یه سری قایق‌های بادی هست یا کایاک یا پدل بورد. همه اینا رو شما میتونید درخواست بدید و استفاده کنید. الان دیگه تایمشون تموم شده. از ساعت 5 به بعد شما 5 به بعد دیگه اجازه نمیدن، اگه خیلی موجی باشه اجازه نمیدن که شما کایاک کنید یا قایق داشته باشید. خیلی هوا الان یه مقدار بادی هست ولی خیلی خنک و خیلی خوبه. که شما هولاتون رو میتونید بگیرید. به شما یه کارتی میدن، اون کارت رو میدید و هولتون رو میگیرید و هولتون رو برمیگردونید و کارت رو میگیرید. یا شطرنج میتونید بازی کنید. علاقه‌مندان به شطرنج. سر گلمون هم اینجا نشسته داره واسه خودش صفا میکنن. خیلی واسه بچه ها اینجا خیلی خوبه، حسابی میان کیف میکنن، بازی میکنن. ما استخر رو بریم بالا. اینجا بار هست، بار کنار استخر. یه سمتش خارج استخره، یه سمتش داخل آب شما میتونید سفارش بدید. دوستان خانوادگی دارن درینک میکنن. از اینجا براتون بگیرن. یه جکوزی هم اینجا داریم. یه جکوزی هم قسمت بالا داریم. اگه بوفور شده بوفور رو به شما نشون بدم.
اینجا شبا اگه پریمیوم باشید میتونید از رستوران‌های اینترنشنال یکی رو انتخاب کنید، بوک کنید، یا اینکه میتونید از بوفه استفاده کنید. بوفه که همیشه هست. نظر نمیاد بوفه باز شده باشه. بذارید من بالا برم. اینجا زمین بزرگیه. این زمین بزرگی که اهل بازی بود فنابه بود دارم. من اینجا لذت میبرم. حتی یه چرچ کوچیکی هم اینجا داره. مسیحی میتونن اینجا روز یک شنبه حتی با اینکه وکیشن هستن میتونن از چرچ استفاده کنن. اینجا پارک آبی واسه بچه هاست که میشه از اون طرف دیدیم. برمیگردیم به پلس. من اونجا یه مقدار ریکورد کنم واسهتون و از اینجا بریم دیگه. اینجا یه داخل پلس یه تئاتر خیلی بزرگی داره که هر شب برنامه داخلش میذارن. بعدا من یه سری شاتای کوچیکی که قبلا گرفتم و براتون میذارم. یه بار هست طبقه دوم. برنامه‌اش از ساعت 8 شب معمولا آغاز میشه. خیلی تئاتر بزرگی هست. ویو رو هم با هم چک بکنیم. خیلی قشنگ دیزاین کردن. میتونید بشینید و لذت ببرید. البته وقتی که آفتاب خیلی داغ نیست.
خیلی کاپلا واسه هانیمون حتی میان اینجا و خانواده ها، افراد مجرد که البته افراد مجرد گفتم میرن قسمتی معمولا بزرگ سالان که سر صدای بچه ها زیاد نیست و بهتره. اوکی بریم پایین. اگه من بتونم بوفه رو براتون بگیرم قبل از اینکه باتری موبایلم تموم بشه. بریم ببینیم چه خبره. دوستان اینجا بوفه اصلی پلس هست. اینجا هم کافی ماشین داریم، انواع کافی ها.
انواع سودا ها، نوشیدنی ها. اینجا آب میوه تازه هم بخواید براتون میگیرن. غذاهایی که هست از اینجا شروع کنیم. اینجا شاورما هست، استیک، برای لانچ هم اینجا برگر میزنن. اینجا چیکن مرغ رو میکنن. برگر میزنن اینجا. اینجا ترکی یا همون بوقلمون و اینجا هم کلمز. اینجا سی فود، استیشن سی فود. ساس ها، درسینگ برای فیش و غذای دریایی. لازانیا. اینجا استیشن پاستا. اینجا انتخاب میکنید چه سوسی باشه، با چی مخلوط کنن، گوشت، ماهی. اینجا هم یه سری گوشت و این داستان ها. اینجا دسر ها رو داریم. انواع میوه ها و سالاد سالاد. دسر رو بریم یه نگاه بکنیم. بستنی، دسر، کیک، اسپانج کیک، کیک شکلاتی، کاپوت کیک، بستنی اسکوپی. نام جلد سالاد و سالاد تونا، غذای دریایی، انواع اقسام سالاد و دکوریشن.
انواع اقسام برد، خب دوستان اینم خلاصه سوی و کامدی. اینجا کاسینو هم هستش، داخل کاسینو هم کلاب هست که از ساعت 11 شب تا 3 صبح کلاب اینجا میتونید دنس کنید. اینکه کاسینو داخلش فکر نکنم بتونم فیلم بگیرم. اینجا یه بار هست و بولینگ سنتر هم هست که برای که بخوای بولینگ کنی. میز بلیارد و بولینگ. واینری خب رستوران فرانسوی دیدیم با کامدی and then we have رستوران اسپانیایی اینجا داریم و رستوران اسپانیایی رستوران های اینترنشنال هست که شما میتونید انتخاب کنید. کیوتو ژاپنیز رستوران کیوتو رستوران مکزیکن رستوران مکزیکی طبقه دوم هم رستوران سانتافه استیک هاوس هست و کورا که سیفود رستوران هست. طبقه بالا اگه برم بهتون نشون میدم. اینجا ریسپشن هتل هست، قسمت پالیس.